کلیه‌ها اندام‌هایی به اندازه یک مشت و به شکل لوبیا هستند. آنها نقش حیاتی و سخت کوشانه‌ای در پاکسازی و حفظ تعادل بدن ایفا می‌کنند و در قسمت بالای شکم و به پشت حفره شکمی در دو طرف ستون مهره شما متصل هستند. کلیه‌ها 5 نقش مهم دارند که هر کدام از آنها بسیار حیاتی هستند. کلیه‌ها برای پاکسازی بدن شما از طریق دفع اوره و سایر مواد شیمیایی ضروری هستند. کلیه‌ها به نحوی تنظیم شده اند که اگر حتی یک کلیه داشته باشیم با مشکلی مواجه نمی‌شویم و همان یک کلیه تمامی کارهای لازم برای حفظ حیات را انجام می‌دهد و جای خالی کلیه دیگر را با کار بیشتر پر می‌کند. اما وقتی هر دو کلیه ما آسیب ببینند دچار مشکل می‌شویم. حالا ببینیم علتهای نارسایی کلیه چیا هستند. دیابت شایع ترین علت، فشار خون بالا دومین علت شایع. این دو مورد در کنار هم علت بیش از 70% موارد نارسایی کلیه هستند. یعنی با پیشگیری و مراقبت در این دو مورد می توان از بروز بیش از 70% موارد نارسایی کلیه جلوگیری کرد. حالا ببینیم سایر مواردی که باعث نارسایی کلیه می شوند چه هستند. در نارسایی کلیه، کلیه‌های شما نمی‌توانند درست کار کنند و این منجر به تجمع مواد زائد در بدن شما می‌شود. دقت کنید که این مواد زائد خطرناکند و ماندن طولانی مدت آنها در بدنتان می‌تواند باعث آسیب جدی شود. نارسایی کلیه به معنای ضعف یا عدم توانایی کلیه‌ها در انجام وظایف خود است و این نارسایی 5 مرحله دارد که آنها را با شماره بندی نشان می‌دهند، مثل نارسایی کلیه مرحله 2 یا 3. اگر کلیه‌ها به شدت آسیب دیده و بیش از 80% از عملکرد خود را از دست بدهند که همان مرحله 5 و پیشرفته نارسایی مزمن کلیه است، ممکن است نیاز به دیالیز پیدا کنید. دیالیز یک روش درمانی است که با استفاده از دستگاه خون را از مواد زائد و مایعات اضافی تصفیه می کند. 2 نوع دیالیز وجود دارد. دیالیز صفاقی. در این روش یک مایع خاص در شکم قرار می گیرد و مواد زائد از خون به این مایع منتقل می شوند. همودیالیز. در این روش خون از طریق لوله‌هایی به دستگاه دیالیز می رود و تصفیه می شود. در همودیالیز برای کمک به کلیه‌ها در انجام وظایفشان بیماران می توانند حدود 4 ساعت و حدوداً 3 بار در هفته دیالیز شوند. در طول دیالیز بیماران روی صندلی‌های عادی می نشینند. سوزن مخصوص دیالیز وارد رگ بیمار می شود و خون تصفیه نشده به سمت دستگاه دیالیز و داخل فیلتر دیالیز می رود. بیایید این خون را دنبال کنیم تا ببینیم چگونه تمیز می شود. پمپ خون را از فیلتر دیالیز که نفوذپذیری نسبی دارد عبور می دهد تا سموم و مواد زائد از جریان خون خارج شده. البته ذرات بزرگ مانند سلول‌های خونی و پروتئین‌ها از منافذ فیلتر عبور نمی‌کنند و خون تصفیه شده مجدداً به بدن برمیگردد. فیلتر دیالیز از یک سری لوله‌های معینه تشکیل شده است. خون داخل لوله‌های معینه قرار می‌گیرد و خارج لوله‌های معینه حاوی مایع دیالیز است. مایع دیالیز ترکیب ویژه‌ای از آب خالص و الکترولیت‌ها و نمک است و عاری از اوره یا مواد زائد هستند. در حین دیالیز در طول فیلتر مواد زائد از سمت خون به سمت مایع دیالیز حرکت می کند
هنگامی که خون تصفیه شد، از طریق یک رگ خونی وارد بدن می شود و مایع دیالیز دفعی به بیرون هدایت می شود. در حالی که دیالیز جایگزین کلیه غیرفعال است و به خودی خود دردناک نیست، اما عوارض ناشی از این فرایند درمانی می تواند گاهن آزاردهنده و زمانبر باشد. اگر نارسایی کلیه بسیار شدید باشد و دیالیز نتواند کارایی لازم را داشته باشد، ممکن است پیوند کلیه نیاز باشد. در این روش، یک کلیه سالم از یک اهدا کننده به بدن بیمار منتقل می شود تا جایگزین کلیه های آسیب دیده شود. به همین دلیل برخی به جای دیالیز پیوند کلیه را پیشنهاد می کنند. این راه حل طولانی مدت بهتری است، زیرا مجبور به رژیم غذایی محدود و یا تحمل ناراحتی نیستید. البته راه حل گران قیمتی است و یافتن یک اهدا کننده منطبق دشوار است و حتی اگر هر دو شرایط برآورده شوند، همچنان در معرض خطری که بافت‌های بدنتان کلیه پیوندی را رد کنند، که در این صورت شما نیاز به مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دارید. بنابراین یادتان باشد به خوبی از کلیه هایتان مراقبت کنید، زیرا به تمیز و سالم ماندن بدنتان کمک می کند.